وقتی که اذان رو شنیدید و همون گونه که مؤذن میگوید گفتید بعد از اذان اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة و بعث اللهم مقاما محمود الذی وعدته، این دعا رو کردید، حلت له شفاعت یوم القیامه، میگن شفاعت من برای شما حلال میشود. یعنی وقتی مؤذن اذان میگوید مثل او اذان رو تکرار کردن، فقط در حی علی الصلاة و حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله گفتن و دعا رو خوندن ثوابش خیلی بزرگ است. اما نگفتنش گناه نیست. این از سنت های هست که ترکش گناه نیست و مذمت هم نیست، ولیکن گوید تا اینکه اجر ثواب زیاد بگیرید. اما کسی ترک کرد باکی ندارد. درباره در وقتی اذان صحبت کردن یگان دلیل نیست، از روی آداب میگویند شما به اذان گوش کنید و همراهش تکرار کنید و دعا رو خوانید. یکی قرآن خونده ایستادید، خصوصا در بعضی دولت ها اذان رو از حد دراز میکنند، گفتید 2 ورق مونده است زودتر بخوانم و بعد از این از پی نماز شدم انشالله گناهگار نمیشوید. اما گفتید نه من اجر اذان رو هم میگیرم و قرآن میخوانم، این باز بهتر است. یعنی من میگویم از ثواب دعای اذان و از اذان محروم نشوید خواهران. یعنی از ثوابش خیلی کلان است و حتی پیامبر چی گفتن؟ شفاعت من برای او حلال می شود. اما گفتید نه من ترک کردم، یا بعضا میگویم بعضی ترک میکنم، برای ترک کننده یگان گناهش نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان سوالم همین بود که چقدر که در درس‌های گذشته ما فهمیدیم روز قیامت وقتی که از پلی صراط میگذری بعد پلی انقره میشه و در همون جا حسابا برابر کرده میشه، مثلا قدمی که از قصد داشته باشه قنطره همون قصد داره میشه که در همین دنیا مقصد که برابر کنده پاک. آره حدیث است که خواهر بنفشه، حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن همدیگر رو حلال کنید پیش از آن که آن روز برسد که دیگر نه تنگه و نه طلای هست و نه بخشش عذر است. یعنی شما روز قیامت نه از کسی عذر پرسیده میتوانید، نه کسی رو با پولتون با چیزتون راضی کرده میتوانید. اون روز فقط از ثواب خود میدهید یا از گناه او میگیرید. برای همین در این دنیا باید فرصت ها رو غنیمت دانیم و هر کسی که شما در حقیقت میدانید و هر انسان به عملهای خودش شاهد است که در حقش ظلم کردید، بخشش پرسید یا هدیه دهید و راضی کنید. اگر مرده باشد در حقش دعا کنید. اما هر کسی که میدونید که او گناه کرده است، یعنی شما هیچ گناهی ندارید، من میگویم از ظالم بخشش نپرسید خواهرا. ظالمان با بخشش پرسیدن شما ظلمشان زیاد می شود، بدبختیشان زیاد می شود، خود رو حق میدانند. یعنی وقتی میگویی من میخواهم حلالی پرسم، از کسی حلالی پرس که در حقیقت در حقش ظلم کردی، نه از همه.